دوستان سلام. بعد از تبدیل سانتریفوژهای هسته‌ای به آبميوه گيري و ارسال 11 تن اورانیوم به روسیه، نوبت به قلب رآکتور اراک رسید که از بیخ کندنش و جاشو با بتون پر کردن. البته خامنه و رسانه هاش زور میزنن تا این خبر داغو یه جورایی فریز کنن. دیروز عصر یک خبرگزاری داخلی اعلام کرد قلب رآکتور اراک خارج و جای آن با بتون پر شده. سازمان انرژی اتمی به یک بیانیه بسنده کرد و اعلام کرد برخی کارهای مقدماتی در خصوص اراک انجام شده، اما اقدامات در رابطه با خارج کردن قلب رآکتور اراک تکمیل نشده. بلافاصله تمام خبرگزاری‌های دنیا این خبر را انعکاس دادند و ماجرا به آن سوی دنیا کشید. بله دیگه، سیدلی وافوره با 1000 تا کل ملق. اصلا خوراکش بندبازیه و حرکت تو هوای مهالود. مگه تو طول مذاکرات هی به میخ و به نل نمیکوبید؟ خب الانم میخواد یه طوری جلوه بده که آب از آب تکون نخورده و قلب اراک هم مثل ساعت داره میزنه. اما مشکلش اینه که کار از کار گذشته و این یکی داستانو نمیشه زیر عبا پنهون کرد. الزاماتی درباره رآکتور آب سنگین اراک وجود دارد و لازم است که ایران هسته این رآکتور را خارج کند. تا وقتی آنها بخش عمده‌ای از برنامه اتمی خود را برنچینند، نمی‌توانند شاهد رفع تحریم‌ها باشند. زمانی که ایران این گام‌ها را برداشت و جامعه بین‌المللی از طریق آژانس بین‌المللی اتمی قادر به راستی آزمایی باشند، آنگاه آنها شاهد رفع تحریم‌ها خواهند بود. بله، جونه برای عمامه دارم واسه خاطر رفع تحریما بود که به کندن قلب اراک رضایت دادن. اما آخه مصیبت های عظما که یکی دوتا نیست. بدبختی تو اینه که قلب اراک سهله. اگه دل و روده عظما رو هم در بیارن و جاش بتون پر کنن، بازم گشایشی رخ نخواهد داد، چون یه قلم نفت بشکه‌ای $30 خودش جای 10 تا تحریم جدید داره نظامو میچلونه. خب آقای دکتر، ببینید، هم آقای ظریف، هم آقای آملی لاریجانی، هم آقای ولایتی، هم آقای شمخانی، هم حضرت عالی گفتید که مصاحبه کردید و به حق و درست و صریح گفتید این تحریم هایی که بعد از امضای برجام علیه ملت ما اعمال شده اینا نقض برجامه. الان 11 تحریم دیگه اینا در دستور دارن، منتظر چی ان؟ اراک بتون ریخته شه پرشه تمام. وقتی این کارو بکنن تحریم های بعدی میاد. این وضع تحریم ها با این وضع اسفناک که در صحبت خود شما میگید اسفناک نیست. اسفناک واسهش کمه، اوضاع خطرناکه، هولناکه، وحشتناکه. دومینوی بدبختی ها تازه شروع شده. تحریم های قبلی که لغو نشده هیچی، تحریم های دیگه هم تو راهه. این حرف موشکاف نیستا، حرف دونه درشتای خود نظامه. رئیس دستگاه قضا به بعضی تحریم‌های در حال تصویب در آمریکا هم گریزی زد و گفت آمریکایی‌ها در عمل به وعده‌هاشون پایبند نیستند و اینکه عنوان کردن تحریم‌ها از حیث غنیسازی برداشته شده و میتونن در فعالیت‌های موشکی و موضوع حقوق بشر تحریم‌های جدید وضع کنن پذیرفتنی نیست و ادامه چنین روندی ایران رو به نقطه‌ای میرسونه که در مورد توافق برجام تجدید نظر کنه. این تیکش خوراک باند خامنه واسه داغ کردن تنور انتخابات بود. از اونجایی که جماعت شیخ‌پری مدام دم از برجام میزنن و زهری که به عظما خوروندن رو حلوا میکنن، حالا دل واپسا با این ترفند میخوان زیراب برجام اعتدالی رو بزنن. کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس تاکید کرد طبق فرامین رهبری و مصوبه مجلس و با توجه به نقض صریح برجام، ادامه اجرای برجام باید متوقف شود و ضمن اتخاذ تصمیمات لازم از خارج کردن محفظه قلب رآکتور آب سنگین اراک در شرایط موجود پرهیز شود.
گویا آمریکایی ها بنا دارند قبل از فرارسیدن روز اجرا با تصویب تحریم ها و محدودیت های جدید برجام دیگری را بر ملت ایران تحمیل کنند. خلاصه این که کرک و پر ولایت بد جوری ریخته. این کشمکش برجامی بالا تا پایین نظام و کشمیشی میکنه. اولین نتیجه جاکن شدن قلب اراک رو باید تو زبار در رفتگی منطقه‌ای عظما دید. این روزا فشن عظما فشله زد زیاد تا فردا شب.